هدف انبیاء علیهم السلام یزکیهم است. انبیاء علیهم السلام معلمین مربیین است، تنها معلم نیست که تربیه نداشته باشد، تنها مربی نیست که معلم نباشد و اردو متلازم است یکی با دیگر. تعلیم لازم قطعی تربیه است، تربیه لازم قطعی تعلیم است. کدام تعلیم؟ ساینس، انگلیسی، ریاضی، الجبر، مثلثات؟ نه، تعلیم کتاب الله و سنت رسول الله. اگر این تعلیم موجود بود تربیه موجود است. اما تو امروز در مکتبت ساعت تفسیر یکی میسازی، ساعت حدیث یکی میسازی، در کل صنفان است در یک صنف حدیث است، در کل صنفان است در یک صنف تفسیر است، در هفته یک ساعت قرآن تلاوتش یک ساعت ساخته. چطور از این شاگردایی که از پوهنتون فارغ میشه توقع تربیه را داشته باشی؟ بگو برام. و جناب حکومت، جناب وزارت، تو بگو. قرآن خو میگه که تزکیه توسط از جامعه، تربیت توسط از جامعه زور داده شود، علمای برجسته پیدا شود که یقینا قرآن درس بگوید. ما قطع امرای علما چرا اختلاف داریم؟ امرای علما اختلاف داریم تزکیه بیا تزکیه، عقیده صاف شود، شرک نباشه، بدعت نباشه، نعوذ بالله افکار انحرافی وجود نداشته باشه، عمل درست باشه. عمل هر کس نماز میخوانه آدم بفهمه که واقعا نماز میخوانه، هر کس روزه میگیره بفهمه که آدمی روزه دارد، هر کس یک دکانداری میکنه بفهمه که این دکانداری مسلمان است، مستری است بفهمه که این مستری مسلمان است، نجار است بفهمه که نجاری مسلمان است. وقتی کارش میاد قلب میتله، ولو که پدرش باشه میگه نه وقتی نماز است، وقتی نماز است. 1 روپه و 16 پولی را زاید از تو نمیگیره. تو زور میکنی که نه بگی زحمت زیاد کشیدی، نه حقی من اینی قدر است اینی قدر میگیرم. اسلام این طور تربیه را داده بود، اینی طور معاشره را جور کرده بود. کدام معاشره؟ بگوی کدام معاشره؟ در زمان پیغمبر اسلام کدام معاشره بود؟ زن زنا میکنه هیچ کس ندیده غیر از الله، میاد پیش پیغمبر بگه پاک شو، عذابم در آخرت باقی نمانه. مرد زنا میکنه همینطور، مرد در اون سری بازار یک زن چوندی میکنه بوسه میکنه پیش پیغمبر میاد گریان میکنه که یا رسول الله خود هلاک کرده، خود هلاک کرده، جنایت کرده. کی بود در سرش؟ کی خبر میشد؟ عقیده بود در اینجا در قلب. عقیده ای را وادار ساخت که خود تو جنایت در مقابل نظام الله میکنی، الله تو را ندیده؟ این پیغمبر همی قدر تو را درس داد به می خاطر. اینی را مردم میگه تزکیه. با علما که ما جار جنجال داریم، او علما تجار ما را تشویق کنی، درس قرآن عام بسازه، درس حدیث در مردم عام بسازه، پشت مسابقه سیرت نگرده، پشت مسابقه قرائت و خوشآوازی نگرد، رواست. خو امروز جامعه ما نیاز به چیزی دیگری داره. امروز جامعه ما نیاز به این نداره که کدام قاری خوب خوانده میتونه آوازش خوش است. امروز جامعه ما نیاز به این داره که در وقت جان کندن الله را یاد کنه یا بابا را یاد کنه، کدامش را یاد کنه، به این نیاز داره. ای جناب علما نکنه، تجار ما را تشویق کنه، مردمای مالدار ما را برشان تعلیم بده که چی کار بکنه، پولی خود در کجا مصرف کنه. مرکزای علم، مرکزای تعلیم قرآن و سنت چی بکنه؟ بگه باز بکنه، تقویت ببخشه که این جوانا و دخترها از اونجا یاد بگیره. باز شکایت نکن که دختری فلانی بیراسته، ما یک رشته قطش دارم منم بد شده. نه، تو این طور مرکز بساز، باز بعد از او بگو که دختر کدام دختر است، که دختر چی رقم زندگی را پیش میبره. بر علاوه که حفاظت نفسی هم میکنه، برو که در جامعه دعوت کرده رویسته، تمام روز خطی فامیلی خود جنگ بجاغه است، در سر تلویزیون جنگ بجاغه به ترک نماز است، جنگ بجاغه به عملی که خلاف سنت رسول الله است. اون طور تربیت کو جوانه، باز نکو که جوان پودری شده، تو تربیت کو. باز بعد از ما هیچ حراسی نداریم، دنیا سر ما حمله بکنه خب ما مرکز قرآن و سنت داشته باشیم. باز ما هیچ نوع حراسی از جهان ندارم. بیاید هر قدر شبکه ها را بیاره در وطن ما. امروز شبکه وجود داره، دم خانه وجود داره، کلی فامیل سعی میکنه خود دختر جوان و بچه جوان اونجا در اتاق دیگه زندگی میکنه به خاطر تلویزیونی. تو تلویزیون خاص خود سرش کار کرده، سرش تاثیر کرده، نه تلاش میکنه که ما چه قسم زندگی را پیش ببرم. ما اینو میگیم و یزکیهم، هدف پیغمبران نبی بود انسان سازی، تربیه سالم و درست
در بین مردم که هر کسی احساس مسئولیت خدا بکنه. پدر علایده، مادر علایده، اولاد علایده، استاد علایده، شاگرد علایده، مامور علایده، مراجع علایده، وزیر علایده، رئیس دولت علایده، حکومت علایده، مردم علایده. بس هر کس حقوق خدا بشناسه، مسئولیت خدا بشناسه. من چی مسئولیت دارم در مورد جامعه؟ این است هدفی روان کردن انبیا علیهم السلام است. انک انت العزیز الحکیم. یقینا الله تو زبردست ذات هستی، اراده تو نافذ است. ما چی میتونیم؟ پیغمبر چی میتونه که الله اراده میکنه؟ کسی را پیدا میکنه میتونه. الحکیم و حکمت والاست که یکی را اینمی نعمت نصیبش میکنی و یکی را نمیکنی. الله از حکمت و راست تو خودی داغاست. بعضی اوقات ما برادرای و خواهرها که در درسای ما شریک میشه، ما میگم بسیار خوش باشید، بسیار نعمت الله را شکر گزاری بکنی. اگر الله احسان نمیکرد تو را از کجا پیدا میکرد که در این کتاب الله میشوند تو را؟ این نعمت بزرگ الله به هر کس میسر نمیشه. از شما که در لکس موترا داره، از شما که در خیلی نزدیک به این مسجد است، خیلی زیاد، از شما که در دعوای دینداری شام خیلی زیاد است، خلی که ترجمه قرآن نشنیده، گلکی نبسته میکنه ترجمه قرآن نمیشنوه. خود تو را الله در قلبت انداخت. از کدام نقطه دور سیاسر بودی، زن بودی، در تاریکی برآمدی، چی چیز تو را باعث ساخته بود؟ چی چیز تو را وادار ساخته بود؟ آلی دیگه شکر الله را بکش که الله توفیق برات داده. احسان الله است. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. ابراهیم خلیل الله شخصیتی است از نگاه علمی و عملی شخصیت کامل است، الگوست، نمونه است. مکتبش مکتب اقتداست، خودش قابلیت اقتدار داره. طرز فکرش، منهج زندگیش مکمل قابل عزیز که مسلمان است خود کنه و در امو مکتب تربیه شوه، به امو منهج روان شوه، امو مفکوره و عقیده ابراهیم خلیل الله را از خود بکنه. چرا؟ کسی که میل میکنه، کسی که اعراض میکنه، و من یرغب، کیست که اعراض بکنه عن ملت ابراهیم، از روش ابراهیم، طرز تفکر ابراهیم، از مکتب ابراهیم، از عقیده ابراهیم، الا مگر کسی می باشه من او کسی است صفیه که در بیعقلی زده، در نادانی زده نفس او نفس خدا، بزور نفس خدا در بیعقلی انداخته. وگرنه این مکتب علاقدنی نیست، این فکر علاقدنی نیست. تو باید جستجو بکنی ابراهیم کدام شخصیت بود، چی کرده بود. جوانا را من میگم ای جوانا، ابراهیم کدام شخصیت بود؟ بر شما درس میده. اولین شخصیت ابراهیم براتان واضح میشه. ابراهیم مقلد پدر نبود. پدر بود تراش است. پدر مقام و منزلت بالا در جامعه داره، مثل که مقام و منزلت یک کسی که پدرش پیر باشه و مردم دستایش بوسه میکنه، خوی بچه موحد است، با پدر روز مرا جنگ داره. اونمو رقم پدر ابراهیم پیر بود، پیر، مردم دستایش بوسه میکرد. ابراهیم خلیل الله باید مقلد می بود که دستی پدرم که بوسه میشه از من خوب طریق اولاست، از من بوسه میشه. خو نه، ابراهیم تقلید از پدر نکرد. برنامه عملی پدر مورد مطالعه قرار داد، ارزیابی قرار داد. چقدر کامیاب است. چند روز عزت خب بله بر ما میسر است، دستای ما خوب بوسه میشه. خود در برابر الله چی مسئولیت داریم؟ در برابر این مخلوق الله که تمام روز خدمت ما را میکنه، در برابر این چی مسئولیت دارم؟ ابراهیم خلیل الله قد علم میکنه، میخیزه، با پدر روبرو میشه. و جوان و برادر و خواهر جوانم، کورانه دنبال روی کسی نباش. الله برات عقل و هوش داده، کتاب الله و حدیث پیغمبر مدون شده. گپی مولی متوکل هم نپذیر. مطالعه کو، بگو، بگر، جستجو کو. گپی الله و رسول الله را پیدا کو، بعد از او پیروی کو. خب بگر، خب جستجو بکن. نشوه که هر لنگی سفید چیزی برات گفت دنبالش روان باشی. نکن. تو از ابراهیم خلیل الله همین درس بگی. از دو خاطر الله میگه که کسی ملت ابراهیم خلیل الله را ترک میکنه که خدا در بیعقلی انداخته. وگرنه نظام ابراهیم نظام سازنده است. نظام ابراهیم نظام تربیه انسان است. نظام ابراهیم واقعا انسان دمو چوکات آوردن است که الله میخواه که همونطور انسان باشه. الله نصیب ما بکنه. چرا ملت ابراهیم همی قدر و قیمت داره؟ الله میگه نه تنها کمالات الله در دنیا برش نصیب کرده،
ابراهیم خلیل الله شخصیتی است که در آخرت هم همینطور کمال داره. لولقد استفیناه، یقینا ما برگزیده بودیم ابراهیم خلیل الله را فی دنیا، در دنیا در مختلف میدانا. اول لنبری آدم برآمده بود، امتحان همی آدم داده بود، نشر اشاعت دین همی آدم کرده بود، همی آدم بود که در مقابل خرافات و شرک چی کرد؟ بیرق قیام کرد، بیرق خدا بالا کرد. یادم همینطور الگوست. و انه هم ابراهیم خلیل الله فی الاخرت، در آخرت لمن الصالحین، از جمله مردمایی که مکمل صالح کدام میگه که هم در مرتبه علم در درجه کمال رسیده، هم در مرتبه عمل، تنها زبان نبود، دعوت نبود، عمل هم در مرتبه رسیده. صالحین ایره میگه یک مانا. دوم مانا صالح کسی را میگه که رعایت حقوق الله و مخلوق الله را مکمل کرده باشه، هم حق الله را شناخته، هم حق بندگان الله را کرده. سوم صالح کسی است که هر عملش خالص برای یک الله است و هر عملش مطابق نقش کیست؟ پیغمبر است. این خودش پیغمبر بود، از او خاطری از جمله اعلا نمبر صالح است. اذ قال، برد نشان بدم بعضی گپایشه که تو هم اینمی قسم باز پیروی بکنی که ابراهیم خلیل الله کدام شخصیت بود، چه چیز اهم میدانست در زندگی خود، بری توم درس میده. اذ قال له ربه، در آن وقتی که الله برش میفرماید اسلم، تسلیم شو، مطلقاً برش میگه تسلیم شو، قید مید نیست، تسلیم شو. در جان، در مال، در نفس، در اولاد، در زندگی، چیزی که داری تسلیم شو. ابراهیم خلیل الله میگه که نه دینی تسلیم میشم، خود جانی خدا نمیدم، اولاد خدا نمیدم، نه. قال میگه اسلم تو، ما تسلیم شدم، نمیگه اسلم تو که با تو تسلیم شدم. علتش هم بیان میکنم چطور به او ذات تسلیم نشوم که مالک و متصرف کل کائنات است. دلیل تقاضای زیرا داره که به مطور ذات آدم تسلیم شود، به کسی دیگه تسلیم نشود. قال اسلمت لرب العالمین، ما تسلیم شدم به ذاتی که مالک متصرف کل کائنات و مخلوقات است، به این طور ذات آدم تسلیم نشود. چی میگه؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. مرگ، مردن، زنده، قربانی، عبادت، جان، مال، همه تسلیم 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 تسلیم. این نظامی کی؟ وقتی که اینی رای تسلیمی را گرفتیم مسلم گفته میشه. مسلم، این نام ابراهیم خلیل الله بابایت برات مانده که مسلم، امتا مسلمتا لک. تو مسلم، امتت مسلمه، مجموعه مسلمان ها مسلمون است، مسلمون کلش تسلیم به نظام الله. میفهمی که ابراهیم خلیل الله چقدر امرای مهم در پیش خود گرفته بود. و وصا بها ابراهیم، و وصیت یا امر محکم کرد. وصیت کدام گپ میگه؟ یک کسی که در آخر عمر از دنیا میره، اما مهمترین سخن خدا به اولاد خود میگه. مهمترین سخن میفهمه که من دیگه با اولاد گفتگو کرده نمیتونم. کدام چیز مهم است؟ امور به نام چیات میکنه؟ خب ما که وصیت میکنیم چی میکنیم؟ اونجا جان کندن میکنیم، اونجا میگیم بچیم خواه مالا را بکشی، مردم خوب نان بدی، خوب ها، خب جمعه ها پشتم بکنی، چی میگه 40 سال پرگی بکنی. امیر میگه نمیگه. قرض خدا نمیگه که بچه‌ام فلانی قرض سرم داره، اون نمیگه. بدعتا را وصیت کرده رئیس، او این وصیت به بدعتا باطل است. ابن عابدین رحمت الله علیه عالم برجسته علمای احناف است، او رساله سرش نوشته کرده شفاء العلیل و بل الغلیل فی ابطال الوصیت بالختمات و التهالیل. کسی که وصیت ها میکنه که پشت ما ختم کنه، لا اله اینی قدر بگوی، اینی قدر پول ورش بده، این میگه این رسالت در رد امی مردم است. وصیت خو فرض است. کدام وصیت ها؟ حقوقی که از بندگان سرت باقی مانده، هر روز باید تو قرار نوشته باشه که در کجا قرضدار هستی. اگر تو ناگهان وفات میکنی، اونجا در کتابچه که باقی بمانه که تو قرضدار فلانی هستی. چرا؟ بزرگترین چیزی که متعلق انسان میشه بعد از دفنش، اول چیز چی هست؟ کفن، دفن. دوم چیز چی هست؟ قرض. پیغمبر کدام جنازه که قرض باقی مانده بود، صحابه را میگفت برید جنازه شب بخونی، خودش نمیرفت. کی کوتاهی کرده، قصور کرده در پرداختن حق یک مسلمان. بیا دیگه امروز چیسته؟ چی وصیت میکنه؟ بیا از ابراهیم خلیل الله وصیت یاد بگی.
ابراهیم خلیل چی وصیت میکنه؟ و وصوا بها، وصیت محکم کرد، یعنی امر محکم کرد بها به اینمی ملت اسلام. ابراهیم خلیل الله بنی با اولاد خود، و یعقوب علیه السلام هم با اولاد خود همینطور وصیت محکم کرده بود. ابراهیم از دنیا میره، با اولاد خود میگه ای اولاد این ملتی ماست، اینمی روش ماست، اسلام بودن، تسلیم بودن. یک گوشه زندگیتان به تسلیمی تیر نشو. چرا خودش عالی میگه یا بنی، ای اولادی ما، ای بچه کوی ما، ان الله اصطفى لكم الدین، یقینا الله برگزیده بر شما دین اسلام، یعنی دینی که نامش اسلام است، تسلیمی به الله است. وقتی که نامی دین تسلیمی به الله است، معنای از این چیست؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون. مرگ نبیه، نمیره شما مگر در حالتی که مسلمان باشه. نمردن در اختیار آدم است، نمردن در اختیار آدم نیست. ناگهان مرگ میرسه و تو میموری. خیر چطوری میگه که تو نمیری مگر مسلمان باشی؟ معنای میده اولادای ما یک پرزه زندگیتان خلاف اسلام نباشه، هر قدم که میمانی موافق اسلام، که در هر لحظه و در هر پرزه زندگیتان چی بیاید؟ مرگ بیاید، شما بازم چی باشه؟ مسلمان باشه. یک لحظه عمرتان بدون تسلیمی و اسلام تیر نکنه. تو نشوه که نعوذ بالله مرگ در سینما سرت بیاید، تو نشوه که مرگ در زنا سرت بیاید، نعوذ بالله قتل تفنگ زده میشی، تو نشوه که مرگ در دزدی سرت بیاید، تو نشوه که مرگ در تجاوز و تعرض سری مسلمان سرت بیاید، تو نشوه که مرگ در بیدینی و عیاشی در بندای قرغه سرت بیاید. در اونجا نبیاید. مرگ در لحظه، هر لحظه تسلیم به الله باشی. در مکتب هستی، در دفتر، در بازار هستی، در خانه، در هر جایی که هستی تسلیم به الله باشی، مطابق قانون الله قدم مانده برو. چی وصیت بزرگی است ابراهیم خلیل الله به اولاد خود میکنه. ما چی وصیت میکنیم؟ دیگه چی وصیت میکنه؟ بچه‌م به مردم تن ندادیم، خب در این جماعه همینطور زندگی کردن، یکی از ما بیداغ نمانده، هر کدام چپک عدالت کردیم. توی فکرت باشه که غیرت از دست ندی. خب وصیت میکنی تو اونجا برس، در اونجا در اصلی قدرتمندا برو، در منکر و نکیر پیش روش استاد شو که گپ زدن نتانی، او شکلای محیب و پیشت بیاید. بعد از او چی میکنی؟ و جناب آنی چی میکنی؟ حق تسلیم نمیشی. حق مظلوم بیچاره، یتیم، زنی بیواره، خودی در وزارتا 6 تا خانه بیواره و ایران کردی. چرا؟ ولا نقشه خانه ما خراب نه، نقشه خانه ما خراب نه، خانه بیواره بیران کردی. برو باز اونجا جواب بگو که چطور گپ است. این قدرت و این منزلتت باقی میمانه یا باز اونجا چی میشی؟ الله اکبر. در حدیث میاد کسی که در دنیا تکبر کرده در آخرت که امثال الذر، پیغمبر علیه السلام در حدیث همینطور میاد به مثل مرچگکای زردک ذلیل میباشد که اینجا خدا کلام تراشیده، نه حق الله را قائل شده نه حق بنده الله را قائل شده. باز اونجا معلوم میشه. پیغمبر چی میگه؟ الله میفرماید در حدیث قدسی کل کبریاء ردائی والعظمت ازاری. کلام تراشی، کلام معرفی کردن، الله میگه ای ازاری ماست، یعنی مناسبی ماست، به ما میزیبه. عظمت خدا کلام معرفی کردن به ما میزیبه. کسی که فمن نازعنی القیته فی النار ولا ابالی، کسی که منازع قطمه داره او خدا میگه که من کلام هستم، در آتش مندازم شهید باکیشم ندارم. همونطور حال میه. ما از ابراهیم خلیل الله یاد بگیریم، به اولاد چی توصیه کنیم، چی چیز برش مناسب است. اولاد هنرمند تربیه میکنه، خودش سازنده است. تو که دول میزنی بچه چی میشه؟ سازنده، بازینگر میشه. باز بعد از اون مسابقه اول میبره، ستاره افغان جور میشه. باز دیگه کلی مجلس های فسق و فساد او جور کرده، نه دعای نیک در پشت سریت کرد. یک روزه مو عمل نیک انجام نداد که دعای نیک خو پشتت میکرد. پیغمبر چی میگه؟ اذا مات الانسان انقطع عمله، انقطع عنه عمله. انسان که بمره عملش از او چی میشه؟ الا من ثلاث، 3 چیز باقی میمانه. علمی که از اون نفع گرفته باشی، بگوی دیگه صدقه جاریه، مدرسه، مسجد، چشمه، اینی طور چیزا را جور کردی تا حالی در مردم استفاده میکنه، ثواب برات میرسه.
اولاد صالح کدام اولاد صالح؟ یدعو له که دعا برش میکنه. اولاد صالح باشه که دعا برش میکنه، عملت قطع نشده، آلی امری تو ثواب میرسه. خود تو اولاد سازنده تربیت کردی، و عملی صالحش نداشتید، دعایش نداشت، چی چیز برات آمد، برات رسید؟ یادتان باشه. ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت، آیا شما شاهدی میده یهود آمدن دعوا کردن که ما با ملت ابراهیم خلیل الله هستیم، ما که یهود شدیم توصیه ابراهیم خلیل الله است. نصارا گفتن ما که نصارا شدیم توصیه کیست؟ ابراهیم خلیل الله و یعقوب علیه السلام است. الله میگه چقدر دروغ بسته میکنه، این گپی غلط است. مثل که آلی ما بگیم که اینمی کار اسلام است، ما برش میگیم اسلامی توصیه را نکده، در یکی از موارد اسلام برای ما دلیل بکش. تو که گنبدار جور میکنی، در کدام موارد اسلام برای تو گفته؟ اسلام خواه امر کرده که از بین برده شود، تو جور کرده ای. چه رقم؟ ام کنتم آیا شما بودی شهدا ای حاضر اذ حضر یعقوب الموت، در آن وقتی که حاضر شد به یعقوب علیه السلام الموت، مرگ که حاضر شد واسه چیز گفته نمیتونه. در آن وقتی که حاضر شد به یعقوب علیه السلام اسباب مرگ، علامات مرگ حاضر شد، دسته پایا دیگه سوس شد، قریب بینی کج شد، حالی دیگه جان کندن میکنه. اینی قسم وقتی جان کندن دیده، الله اکبر، سخت حالت است. نزدیکترین محبوبترین شخص برات نشسته است، هیچ چیز را نمیتونه. کدام سختی که سری تو تیر میشه، اولادت لق سعی میکنه او تو نفس میکشی، هیچ چیز نمیتونه. او انسان اینطور صحنه سرت میاد، چرا اینطور مغرور میگردی؟ چرا الله دا یادت نیست؟ چرا نماز دا یادت نیست؟ چرا روزه دا یادت نیست؟ حیوان آمده ای در دنیا نعوذ بالله، بخور بنوش خواب بکو، برای همی غرض آمده ای؟ نکو که تو لحظه سرت آمده نیست. هیچ کس بادیگاردام چیز نمیتونه، بلدنگی تام چیز نمیتونه، فجروها و لکسسای تام استاد باشه، هیچ چیز نمیتونه. دکترای شفاخانه با بسیار تیزی و عجله این طرف میده و این طرف میده، سیروم بند میکنه، علمایی نمیکنه، لیکن جناب هیچ چیز نمیتونه. تنها افتاده جان داده رو استی. این صحنه را یادت بیار، این صحنه را یادت بیار که صحنه سرت آمده نیست. سری بابایی آمد، سری پدری آمد، سری جدت آمد، سری هر کس آمده نیست. این را یادت بیار. انگیزه خشیت الله است قلب تو باید خشیت الله را پیدا کنی. قرآن امیر میگه برام اذ قال لبنی، در آن وقتی که به اولاد خود می فرمایا یعقوب علیه السلام ما تعبدون من بعدی، غمی خانه را نداره، کاشانه را نداره، تعلیم نداره، پیسه و پول نداره، زمین و زمینداری را نداره، یک غم داره. الله اکبر، غم توحید داره، غم توحید که اولاد موحد باقی میمونه، نعوذ بالله در شرک مبتلا نشود. پیغمبران غم توحید داشت، مبارزه توحید بود، علیه شرک مبارزه میکرد برای احیای توحید. کاش که ما همونطور احساس داشته باشیم. میگه با اولاد خود چی میگه؟ ما تعبدون من بعدی، چی چیزای عبادت میکنه پس از ما؟ نه ما بادا که نعوذ بالله قبر پرست شوی، پیر پرست شوی. یعقوب علیه السلام با اولاد خود میگه، اولاد در خاندان نبوت در مدرسه پیغمبر تربیت شده، از اول موحدین تربیت شده. مطلب و مقصد پدر خوب میفهمه که پدر غمی کدام چیز زیاد داره. میگن نعبد الهک، عبادتی معبودی تو را داریم ای پدر جان، و اله آبای که معبودی پدرای تا، ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، الهی از یار ما عبادت میکنیم. چرا هر کدامش علیده اله داشت، معبود داشت؟ نه، اله واحدا که یک معبود است، ما امور عبادت میکنیم. اوی تو رام نیست پدر جان که تنها عقیده ما درست باشه، عملی ما خراب باشه. نه پدر جان، و نحن له مسلمون، ما خاص برای یک الله مکمل تسلیم هستیم. اینی تو را اولاد به درد میخوره. آلی جان کندن همینطور خوش تیر میشه، سری آدم مطمئن شد، پیمان گرفت، ادای مسئولیت هم کرد یعقوب علیه السلام، او روحش دمی حالت خوشی از دنیا میره. چرا که اولاد تعهد سپردن که ما یقینا یک الله را پرستش میکنیم، مبتلا به شرک نمیشیم، او مکمل تسلیم نظام الله هستیم. امی آرمان آرزوی کی بود؟ ابراهیم خلیل الله و اولادش. تلک امتون قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. یهود و نصارا دیگه دروغ پردازی ها را شروع کردن، لافا را گفتن
سیست که ما خو قدر مردم خوب نیستیم، از ما هر نوع کارا صورت گرفته، لیکن پدر و نیاکان خیلی نیک داشتیم. چرا؟ بعضیش انبیا بودن، بعضی شاگردای انبیا علیهم السلام، در راه دین خدمات خیلی ارزنده انجام داده. از او خاطر ما اگر قابل قدر نیستیم، به اعتبار ذات ما، به اعتبار باباهای ما قابل قدر هستیم. باباهای ما میتونه که ما را معاف کنه، به الله سفارش کنه. الله چی میگه؟ این گپا دروغ است. لها برای نمی طایفه اومد که پیش تیر شده که بابا و مردمای نیکیتان بود، ما امو عمل است، نتیجه امو عمل است کسبت که وا کسب کرده، ولکم ما کسبتم، برای شما نتیجه عمل خودتان است، اگر خوب است خوب، اگر بد است بد. بس لیس للانسان الا ما سعی، برای انسان همون چیز است که خود سعی کرده. ولا تسالون، از شما سوال کرده نمیشه، اما کان یعملون، از اون چیزا که وا کار کرده از شما سوال نمیشه، از وام سوال نمیشه که شما چی عمل انجام داده. و این نگویه که ما اولادای از واسطه، مثل که آلی میگه. مردم چی میگه؟ خودی از این خود بسیار قمارباز است، خود پدرایش خوب مردم بود، از این خاطر دستیش بوسه میکنه. پدرایش خوب مردم بود. یادم فاسق است، قمار میزنه، تو دستیش بوسه میکنی؟ ها؟ سود میخوره، باز احترامش میکنی؟ او تو آدم دیندار؟ این کدام کتاب است؟ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.